سلام سلام كمسك الختام. صدقه فیتر یا فیتری روزه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خدا خواسته باشد در این نوار برای شما معلومات مختصر درباره صدقه فیتر را میرسانیم. صدقه فیتر چگونه صدقه است؟ صدقه فیتر، فیتر روزه یا زکات فیتر، این آنچه از صدقات است که روزه‌داران به روز عید فیتر به محتاجان بدهند. حکم صدقه فیتر چیست؟ زکات فیتر بر هر مسلمان که در شب روز عید مالک 1 صاع مواد غذایی اضافه از خوراک خود و خانواده اش دارد واجب می باشد. برای شخص مسلمان واجب است تا زکات فیتر خود، همسر، فرزندان نابالغ و کسانی را که نفقه اشان بر وی است بسپارد. اگر طفل تا در آمدن وقت نماز بامداد روز عید تولد شود، برای او نیز صدقه فیتر داده می شود. و دلیل واجب بودنش این حدیث است. از عبدالله ابن عمر خداوند از آنها راضی باد روایت است که فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زکات فیتر را 1 صاع خرما و یا 1 صاع جو بر شخص آزاد و غلام، مرد و زن، کوچک و بزرگ مسلمان فرض گردانیده و امر کردند که پیش از رفتن به نماز عید پرداخته شود. روایت بخاری و مسلم. صدقه فیتر کی داده می شود؟ چنانه که در حدیث در بالا ذکر کردیم، بهترین وقت دادن صدقه فیتر این روز عید پیش از نماز عید است و این چنین شخص می تواند صدقه فیتر را 1 چند روز پیش از نماز عید بدهد و تأخیر کردن صدقه فیتر بعد از نماز عید جایز نیست. در حدیثی که ابن عباس خداوند از او راضی باد آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که بعد از نماز عید صدقه فیتر را ادا کند صدقه از صدقات حسابیده می شود. روایت ابو داوود. یعنی آن صدقه حسابیده می شود ولیکن اجر صدقه فیتر را انسان نمی گیرد. مقدار صدقه فیتر چقدر است؟ مقدار صدقه فیتر از هر یک فرد 1 صاع است که از مواد غذایی انسان ها باشد، مانند برنج، خرما، گندم و غیره. 1 صاع نزد اهل مذهب برابر به 2 کیلوی و 176 گرم می باشد. در حدیثی که از ابو سعید خدری خداوند از او راضی باد که روایت شده است، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز عید فیتر 1 صاع از خوراکه ها می دادند و ابو سعید خداوند از او راضی باد در ادامه فرمود و خوراکه ما جو، کشمش، کشک و خرما بود. روایت بخاری. دوستان عزیز، موافق مذهب حنفی ما می توانیم به جای گندم و جو و خرما قیمت این محصولات ها را حساب کرده مبلغ آن را به کمبغلان و بیچارگان صدقه فیتر بدهیم. چون امروز مردم به گندم و جو و خرما نیازی ندارند، به این سبب بهتر می شود که ارزش این محصولات ها را حساب کرده به کمبغلان و بیچارگان مبلغ آن را بپردازیم. دوستان عزیز، در آخر این را خواستم بگویم شما در آن جایی که زندگی دارید موافق فتوای علمای آنجا صدقه فیتری خود را بسپارید
اگر شما در تاجیکستان زندگی دارید، پس موافق آن مقداری که علمای آنجا معین کردن بسپارید. و اگر شما در روسیه و یا دیگر دولت‌ها زندگی داشته باشید، پس موافق آن مقداری که علمای آنجا معین کردن بسپارید. صدقه فیتر به چه شخصان داده می شود؟ صدقه فیتر برای گروه‌های 8 گانه پرداخته می شود که برای آنها زکات مال داده می شود که خداوند نسبت آنها چنین می گوید: به نام خداوند بخشنده و مهربان، صدقات برای فقیران است و مسکینان و کارگزاران جمع آوری آن و نیز برای به دست آوردن دل مخالفان و آزاد کردن بندگان و قرضداران و خرج در راه خدا و مسافران محتاج و آن فریضه است از جانب خدا و خدا دانا و حکیم است. سوره توبه آیت 60. اینها بودند شخصانی که صدقه فیتر و زکات بر آنها دادن لازم است. اگر صدقه فیتر را به کمبغلان و محتاجانی که خویش و اقربای شما باشند به آنها دهید، باز بهتر است. به مانند تقا و خاله، عمه و عمکی و دیگر خویشاوندان دورتر. و صدقه فیتر به فرزند یا به پدر و مادر داده نمی شود، چون پدر وظیفه‌دار است که فرزندان خود را تأمین بکند و این چنین بر فرزندان واجب است که پدر و مادر کهنسال خود را نگاه و بین بکنند. در آخر دعا میکنیم تا خداوند همه این صدقه های ما را به درگاهش قبول کرده از خزینه رحمتش به ما اجر بدهد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.